خودم هم فکر نمی‌کردم که یکی از پرماجراترین غارهای بکر ایران که جزو آثار طبیعی ملیه 1.5 ساعت اون طرفتر از خونمون تو تهران باشه. اینجا غار بزرگ و زیبای رودافشان بین شهرهای فیروزکوه و دماونده. این غار مرموز و پرقصه که به دلیل قرارگیری در گودی از دید عموم پنهانه سومین ورودی بزرگ رو بین تمام غارهای ایران داره. برای رسیدن بهش باید از تهران به سمت فیروزکوه بری یا برعکس. به تابلو سیدآباد که رسیدی وارد مسیر روستای رودافشان شی و جاده‌ای که شیب و پیچای تندی داره اما آسفالت‌تر رو تا آخر بری. اونجا پارکینگ خاکی است که پارک می‌کنی و بعد از اولین کوچه سمت راست و پل آهنیش بگذری تا پای تپه‌ای برسی که ورودی غار پشتشه. پشتش به ماست. اگه یال پرشیب رو بگیری و بری بالا یه ربع به غار میرسی، اما به جاش میتونی از یه مسیر زیگزاگ مشخص که شیب خیلی کمی داره استفاده کنی و تقریباً نیم ساعته به غار برسی. آب و هوای منطقه در بهار و تابستون بسیار دلچسبه و خود این کوهپیمایی سبک بخش جذابی از دیدن غاره. به بالای تپه که برسی، دهان عظیم و وسیع غار و منظره داخلش که شکل گیریش به حدود 60 میلیون سال قبل برمیگرده احساسات کهن و عمیقی رو در تو بیدار میکنه. دوستان اینجا تالار اول غار رودافشان، واقعا ورودی با عظمتی داره. یه چیز بوده 40 متر عرض اون ورودی 15 متر ارتفاعشه و خود این تالار اول هم حدود 100 متر ارتفاع داره، 130 متر اختلاف ارتفاعست و 80 متر هم عرضشه. ما اینجا از سمت مقابل میخوایم بریم به تالار دوم. یه دیواره حدود 8 متریه که از اینجا به تالار دوم راه داره. اینجا بچه‌ها جوجه زده بودن، آثار جوجه است معلومه. گردش در غار و کشف زیبایی‌هاش لزوما نیازی به راهنما نداره، چون بچه‌ها اینجا یه آدم باحالی اومده یه دونه از این تنابایی که قنادی‌ها باش جعبه شیرینی رو می‌بندن گذاشته که مسیر مشخص بشه دمش کرد. اما کلیت ماجرا اینه: با عبور از تالار اول غار و ورود به تاریکی و عبور از دیوار سنگچینی به طول 8 متر به تالار دوم با ارتفاع 15 متر می‌رسی. سمت راست این تالار دالانی به طول 10 متر که میرسه به یه اتاق و از اونجا میری تالار سوم. راهروی روبرود 50 متر طولشه و فکر نکن گم شدی. آخر این راهرو یه استالاگمیت عظیم 12 متری هست. این سنگ عظیمی که میبینید در واقع همش با رسوب تشکیل شده به ارتفاع 12 متر. متاسفانه نوشتن یادگاری‌های هرچند اندک در نقاط مختلف غار ضربه‌ای بر زیبایی منحصر به فردش زده و به زودی برنامه‌ای برای پاک کردن این آثار زشت از پیکر غار با مجوز سازمان محیط زیست خواهیم داشت که در پیج اعلام می‌کنم تا اگر دوست داشتی همراه بشید. آیدی پیجم تو کپشن همین ویدیو هست. اون استالاگمیت عظیم 12 متری رو که رد کنی از یه سنگ 2 متری بالا میری و به تالار آناهیتا میرسی، تالاری که به خاطر حوضچه وسطش به نام الهه آب نامگذاری شده. از اینجا به بعد یه سراشیبی میبینی که نباید ازش جلوتر بری، چون هم احتمال خطر بیشتره، هم مزاحم زندگی خفاش‌ها که انتهای غار زندگی میکنند و ما فقط میهمانانشون هستیم میشیم. تا حرف خفاشا شد بگم که فصل پاییز و زمستون جدا از برودت شدید هوای منطقه فصل خواب زمستانی خفاشاست و کمترین صدای شما ممکنه چرخه زیستشون رو به هم بزنه. برای همین بهترین فصل بازدید از همین حالا تا اواخر تابستونه. البته تو این فصل هم هوای داخل غار خنکه و لازم سویشرتی چیزی همراه داشته باشی. مورد دیگه که حتما باید همراهت باشه چراغ قوه و باتری اضافه است. نور گوشی جدا از اینکه کافی نیست به ریسک اینکه از دستت بیفته و هزینه خیلی بیشتری از چراغ قوه برات بتراشه نمیارزه. ضمن اگه کفش کوهنوردی یا آجدار داری بهتره بپوشی، چون هم مسیر صعود به غار خاکیه، هم خود غار بعضی جاهاش لغزنده است. کلا اگه اهل این تجربه هستی خرید حتی یک کفش خیلی ابتدایی از برندهای ایرانی تفاوت محسوسی نسبت کفش ورزشی ایجاد میکنه و چند مرحله جلو میافتی. به زودی یه ویدیوی راهنمای خرید کفش به صرفه میذارم. ضمن حواست باشه که استالاکتیت ها و استالاگمیت های غار دستگیر خوبی نیستن، چون ممکنه اثری که میلیون ها سال ساختش طول کشیده رو در ثانیه از بین ببریم و خودمونم زمین بیفتیم. هر موقع قصد بازدید داشتی حتما پلنت رو به یکی اطلاع بده و اصلا تنها نرو، چون حتی یه پیش خوردن ساده پا به خاطر نبود آنتن تو غار و خلوتیش ممکنه ساعت‌ها و در شرایط بدتر روزها معطلت کنه. یادآوری می‌کنم که بازدید از این غار برای کودکان یا افراد دارای محدودیت جسمی لذت بخش نیست. نگاه به این سنگا نگاه به چند صد میلیون سال تاریخی که این کره برای خودش بوده و ما نبودیم و یه روزی هم ما نیستیم و همچنان این سنگا رشد میکنن.
بسیار زیباست، بسیار آرامش بخش. غار زیبای رودافشان با همه عظمت و جذابیتش از امکانات رفاهی خاصی برخوردار نیست. امیدوارم مسئولین طی سالهای آتی بخش اولیه غار رو برق‌کشی کنن تا هم عموم از دیدن این زیبایی رایگان بهره مند بشن، هم کسب و کار در منطقه رونق بگیره. خب دوستان، این بود برنامه بازدید از غار زیبای رودافشان. بسیار لوکیشن عظیم، آرامش بخش و دیدنیه. توصیه میکنم که حالا حتی اگه کلاه مخصوص غارنوردی ندارین، یه دونه از این کلاه مهندسی 50 تومانی یا یه کلاه دوچرخه با خودتون بیارین، چون این سنگایی که سنگای رسوبی که از سقف آویزونه خطرناک. در آخر بگم که اگه سمت غار رفتی، دریاچه‌های تار و حویر که نزدیک هستن میتونن گزینه جذابی برای تکمیل روزت یا صرف نهار باشن که در ویدیوهای دیگه سراغشون میریم. اگه به کشف جاهای خاص و ویدیوهای کاربردی سفر علاقه داری، باعث افتخاره که حسابم رو دنبال کنی. اگرم از اینجا خوشت اومد، دکمه سیو رو بزن که گمش نکنی. این ویدیو رو بفرست برای کسی که فکر می‌کنی باهاش حال میکنه.